ادموند امیل کمپر، قاتل سریالی متولد کالیفرنیا آمریکا، 75 ساله، قد 2 متر، بهره هوشی. ببین بهره هوشی 145، بهره هوشی نابغه 125 به بالاست. ایشون 145. روش کشتناش هم که خیلی معروفه، به قصاب دانشجویان. این کله ها رو میکنده و باشون رابطه جنسی برقرار میکرده. اولین قتلاش هم مادر بزرگ، پدر بزرگ و مادرش بودن و همیشه هم آدم انقدر باهوشیه که حتی تو زندان چند تا مقاله، کتاب از این چیزا نوشته و خیلی خفنه.